الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله. از فرزندش عبدالرحمن ابن ابی بکر بود ازدواج کرده. با اون کسی نیست به جز سلمه دختر محمد ابن طلحه ابن عبیدالله ابن عبدالرحمن ابن ابی بکر. و این ازدواج رو من قصداً انتخاب کردم تا اینکه این مطلب رو اشاره بکنم و بیان بکنم که وصلت هایی رو که در میان این دو خانواده صورت گرفته از همان آغاز نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم و از زمان قبل از هجرت هست و در زمان مکه این وصلت ها آغاز شده و آغازگر این وصلت ها شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. در همان ابتدا در سال 49 میبینیم که حضرت امام حسن وصلت میکند و بعد از اون هم محمد باقر ازدواج میکند در سال 80 هجری و بعد از اون هم میبینیم که این ازدواج صورت میگیرد در سال 154. یعنی وصلت های قبل همه در قرن اول بوده و در قرن دوم هم این وصلت ها وجود داشته و بعد از این در قرن سوم هم وصلت هایی انجام گرفته. در واقع این نشانگر این هست که در میان این دو تا خانواده هیچ گونه مشکلی وجود نداشته. همان گونه که قبل از این میبینیم که افراد دیگر از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم با این خانواده ازدواج کردند، مانند حضرت علی که یکی از نوه‌های ابوبکر رو از فرزندش عبدالرحمن رو ازدواج کرده بود و همچنین این مورد رو میبینیم که باز هم یکی دیگر از نوه‌های ابوبکر صدیق از فرزندش عبدالرحمن را یکی دیگر از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و از نوادگان علی و امام حسن این ازدواج را انجام میدهند. و قطعاً واقعاً این خانواده شایسته‌ای بودند و این لیاقت را داشتند که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم با این خانواده ها این وصلت را انجام بدهند. عبدالرحمن که فرزند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه است و در واقع این ازدواج با خانواده اون انجام گرفته که عبدالرحمن فرزند ابوبکر هست. عبدالرحمن هم یکی از افرادی بوده که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمان شد و جالب اینجا است که تمام افراد خانواده ابوبکر صدیق، تمام فرزندانش، پسران و دخترانش و همچنین پدر و مادرش همه مسلمان شدند و چنین خانواده‌ای رو ما سراغ نداریم و کمتر اتفاق افتاده که در چنین خانواده در واقع این مزیت به وجود بیاد که یک فردی رو هم خانواده خودش و زنش و همچنین در واقع پدر و مادرش همه مسلمان بشوند. این ویژگی هست که خداوند متعال به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و به این خانواده عنایت فرموده بود. منتها عبدالرحمن ایمان آوردنش یک مقدار به تأخیر افتاد و تا زمان فتح مکه مسلمان نبود. بعد از فتح مکه مسلمان شد و در جنگ بدر و احد در صف مشرکان قرار داشت. و جالب اینجا هست بعد از این که مسلمان شده بود و تعریف میکرد برای پدرش حضرت ابوبکر صدیق که من در جنگ بدر تو رو دیدم و منتها نمیخواستم با تو روبرو بشم و تو رو بکشم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمود که والله لو رأیتک لقتلتک، اگر من تو رو میدیدم قطعا تو رو میکشتم و این مصلحت پدری و فرزندی رو در مقابل تو مراعات نمیکردم. و حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه میبینیم که به همون گونه که جنگهایی را علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم داشت، در جنگ بدر و احد علیه مسلمانان بود، منتها این تأخر اسلامش را جبران کرد و در جنگهای ردت به خوبی جنگید و شهامت نشان داد، دلاوری نشان داد و یکی از افراد بسیار سرشناس مسیلمه کذاب را به قتل رسوند و اون فردی بود به نام محکم ابن عقیل که در واقع یکی از مغزاهای متفکری بود که همراه با در سپاه مسیلمه بود.
و بعد از این میبینیم که حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر که از مدافعان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بود و در اختلافاتی که در میان حضرت علی و حضرت معاویه رضی الله تعالی عنهما اتفاق افتاد، میبینیم که عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه جانب حضرت علی رضی الله تعالی عنه را میگیرد. این پدر این خانواده هست که هم حضرت حسن رضی الله تعالی عنه و هم موسی بن عبدالله از این خانواده را در واقع این خانواده را شایسته دانستند که از این خانواده همسرانی برای خودشون انتخاب بکنند. و مورد دیگری که اتفاق افتاده، وصلت دیگری که وجود دارد در میان این خانواده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و خانواده حضرت ابوبکر صدیق، اتفاقی هست که در میانه‌های قرن دوم اتفاق افتاد، همانند این ازدواج. و این نقطه نشانگر این هست که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرون متمادی با خانواده ابوبکر صدیق اتصال داشتند و روابط بسیار خوبی را داشتند و وصلت‌های انجام گرفته. اگر واقعاً در میان این دو تا خانواده مشکلاتی وجود می داشت، با همدیگر دشمن بودند، یکی از این خانواده ها که خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست مسلمان واقعی می بودند و خانواده دیگر کافر و مشرک یا حتی از نظر اجتماعی در حد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و شایسته ایشان نبودند، هرگز با این اقوام و این دو طایفه و دو خانواده این وصلت ها انجام نمی گرفت. اما واقعیت این است که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم این خانواده ابوبکر را به درستی شناخته بودند و اون را لایق و شایسته این میدانستند که با این خانواده وصلت بکنند. و وصلت دیگری که ششمین مورد هست که خدمت شما عرض می کنم، وصلتی هست که اسحاق ابن عبدالله انجام داده. اسحاق فرزند عبدالله ابن علی ابن حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه. این یکی دیگر از ازدواجهایی هست که صورت گرفته در میان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و خانواده ابوبکر صدیق که انشاءالله بعد از دیدن یک میان برنامه کوتاه خدمت شما باز می گردم و در این مورد توضیحاتی رو خدمت شما خواهم داد. وصال حق، ارمغان همدلی و محبت. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. و کسانی که از علم و دانش برخوردار شده‌اند بدانند که آیات الهی حق و راستین و از سوی پروردگار توست و بدین ترتیب به آن ایمان بیاورند و دلهایشان برایش نرم و خاشع شود و بیگمان الله مؤمنان را به راه راست هدایت می کند. آری بینندگان عزیز و ارجمند، این دو تا خانواده کفو همدیگر بودند. بین خاطر بود که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم با خانواده ابوبکر این همه وصلت ها را انجام دادند. و نمونه ششمی که قبل از میان برنامه خدمت شما عرض کردم، اسحاق ابن عبدالله ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب هست که ازدواجی صورت گرفت با کلثوم دختر اسماعیل هم پسر عبدالرحمن ابن قاسم ابن محمد ابن ابی بکر بود. و باز هم این ازدواج که مانند ازدواجهای دیگر به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه برمیگردد، نسب این زنانی که انتخاب کردند
و مانند فرزند دیگر حضرت ابوبکر صدیق که عبدالرحمن ابن ابی بکر بود و فرزند دومش که محمد ابن ابی بکر هست، باز هم میبینیم که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم با خانواده ایشان این وصلت ها را انجام دادند. محمد ابن ابی بکر همون گونه که قبلا عرض کردم از جهت مادر برمیگردد و مادرش اسما بنت امیس هست که اسما بنت امیس در ابتدا همسر حضرت جعفر بود و بعد از جعفر ابوبکر صدیق با اون ازدواج کرد و بعد از ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت علی رضی الله تعالی عنه با اون ازدواج کرد. پس بنابراین اسما بنت امیس مادر محمد هست، محمد ابن ابی بکر. و جالب اینجا هست که محمد ابن ابی بکر اون گونه که حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگوید که محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد ابن ابی بکر فرزند من هست، منتها از نسل ابوبکر هست و از پشت ابوبکر هست. و علتش هم این بود که الله متعال بعد از این که در واقع ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات کرد، این ازدواجی صورت گرفت در میان اسما بنت امیس و حضرت علی رضی الله تعالی عنه و الله متعال این اسما بنت امیس را نصیب حضرت علی رضی الله تعالی عنه کرد. پس بنابراین محمد ابن ابی بکر در واقع در حد یکی از فرزندان حضرت علی رضی الله تعالی عنه است و آن گونه به حضرت علی نزدیک بوده که حضرت علی افتخار میکند و میگوید که محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد فرزند من هست و از صلب و کمر ابوبکر صدیق هست. و این محمد ابن ابی بکر در کنار حضرت علی رضی الله تعالی عنه ایستاده بود و در جنگ هایی که در مواضع و اختلافاتی که در میان علی و معاویه صورت گرفت، محمد ابن ابی بکر در کنار حضرت علی رضی الله تعالی عنه بود و نهایتا والی حضرت علی بود در منطقه مصر از جانب حضرت علی رضی الله تعالی عنه. و این در واقع یکی از نعمت‌های بسیار بزرگی هست که الله متعال به این محمد عنایت کرده بود که هم فرزند ابوبکر بود و هم دست پرورده و ربیب حضرت علی رضی الله تعالی عنه. این یکی دیگر از وصلت‌هایی بود که در میان این دو تا خانواده بزرگ، یعنی خانواده اهل بیت رسول الله و خانواده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه انجام گرفت. و یک نکته دیگری که در پایان این مبحث میخوام عرض بکنم این هست که همان گونه که این وصلت هایی که اتفاق افتاده بود و من در 3 برنامه اینها را خدمت شما بیان کردن، دلیل بر محبت بود، دلیل بر صمیمیتی بود که در میان این دو خانواده وجود دارد. به اضافه بر این ما میبینیم که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نه تنها که این خانواده را شایسته دانستند برای وصلت، بلکه نام بزرگ این خانواده را و ریش سفید این خانواده را و نفر این اول این خانواده را به عنوان بهترین نام برای فرزندان خودشون انتخاب می‌کردند. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه این نام مبارک ابوبکر این نامی بود که اهل بیت رسول الله اینو برای فرزندانشون انتخاب کردند. ما میدونیم که هر انسانی وقتی که الله متعال به اون یک فرزندی عنایت می‌کند بهترین نام را انتخاب می‌کند. این دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و یکی از آموزه‌های دینی هست که وقتی که فرزندی متولد شد بهترین نام را و نیکوترین نام را برای اون انتخاب بکنیم. اما نامی که حضرت علی انتخاب کرد، نامی که حضرت حسن انتخاب کرد، نامی که بقیه اهل بیت انتخاب می‌کردند برای فرزندان خودشون، یکی از این نام‌ها این نام مبارک ابوبکر بود. زیرا که حضرت علی رضی الله تعالی عنه یک فرزندی دارند به نام ابوبکر، ابوبکر ابن علی ابن ابی طالب، که ابوبکر فرزند علی ابن ابی طالب یکی از کسانی بود که همراه با حسین در دشت کربلا و در واقعه کربلا در واقع به شهادت رسید و مادر این ابوبکر ابن علی لیلا هست، لیلا بنت مسعود که همسر حضرت علی رضی الله تعالی عنه بود. این نام در کتاب‌های شیعه و سنی هر دو ذکر شده، مانند کتاب که مفید نوشته، کتاب الارشاد صفحه 186 و کتاب منتهی الآمال عباس قمی و همچنین کتاب بحار الانوار و مراجع دیگر. مفید در وقتی که این نام را ذکر
میکند یک فصلی رو منعقد کرده و یک عنوانی رو دارد به نام اسماء من قتل مع الحسین ابن علی علیه السلام من اهل بیته بتف، نام اون کسانی که از اهل بیت همراه با حسین در کربلا کشته شدند. و در ادامه میگوید که و عبدالله و ابو بکر ابنا امیر المؤمنین، کسانی که از در کربلا کشته شدند یکی عبدالله بود و دیگری ابو بکر ابن امیر المؤمنین، دو فرزند امیر المؤمنین یعنی حضرت علی رضی الله تعالی عنه. و همچنین در کتاب انوار نعمانیه جلد 1 صفحه 371 این نکته آمده که و محمد الاصغر، محمد اصغر المکنا به ابی بکر، یعنی همین ابو بکر رو در اونجا اینو ذکر کرده که اسمش ابو بکر نبوده، اسمش محمد بوده، منتها کنیهش ابو بکر بوده که این واقعا هم کنیه مناسبی هست. و جالب این است که شما بدانید که قبل از ابو بکر صدیق در میان قریش و در میان عرب نام ابو بکر مرسوم نبود و اولین کسی که در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نام ابو بکر را بر فرزندان خودش گذاشت حضرت علی رضی الله تعالی عنه است. و بعد از این میبینیم که فرزند حضرت علی امام حسن رضی الله تعالی عنه، حسن ابن علی، باز هم یک فرزندی رو دارند به نام ابو بکر، همون نامی رو که برادر حسن بود حضرت علی برای فرزند خودش انتخاب کرده بود، حضرت حسن رضی الله تعالی عنه هم برای فرزندان خودش انتخاب کرد. ابو بکر ابن حسن هم جز کسانی بود که همراه با عمویش در کربلا به شهادت رسید. این مطلب را هم شیعه نقل کردند و هم سنی، مانند کتاب ارشاد مفید صفحه 248. و ابو بکر یکی دیگر از خانواده حضرت حسین رضی الله تعالی عنه، فرزند ارشدشون که علی زین العابدین بود، اسمش علی هست و کنیه امام زین العابدین ابو بکر هست. اون گونه که اردبیلی در کتاب کشف الغمه خودش این مطلب رو بیان کرده که میگوید فاما کنیته، اما درباره کنیه امام زین العابدین وقتی که بحث میکند میگوید فالمشهور ابو الحسن، قول مشهور اینه که کنیهشون ابو الحسن بود و بعضی هم ابو محمد گفتند و قیل ابو بکر، و بعضی هم گفتند که کنیه امام زین العابدین ابو بکر بوده. و همچنین امام موسی کاظم هم فرزندی داشته به نام ابو بکر، در اینکه این مطلب در کتاب کشف الغمه آمده و که نقل از جنابزی این مطلب را می آورد. و همچنین امام علی رضا که امام شیعه هست، یکی از القابشون و کنیش در واقع همین ابو بکر بوده. اون گونه که نوری تبرسی در کتابی دارد که و به نام النجم الثاقب و القاب و اسماء الحجة الغائب، در این کتاب میگوید که ابو بکر و هی احدا کنا الامام الرضا، ابو بکر یکی از کنیه های امام رضا بوده. و همچنین ابو بکر محمد ابن حسن، جالب اینجا است که یکی از کنیه های امام مهدی که شیعه معتقد است که امام مهدی زنده هست، یکی از کنیه های امام مهدی رو هم ابو بکر ذکر کردند. و ابو بکر ابن عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب یکی دیگر از فرزندان اهل بیت هست که باز هم نام مبارک ابو بکر بر اون گذاشته شده. و همچنین ابو بکر ابن الحسن المثنی، حسن مثنی فرزند امام حسن ابن طالب هست، باز هم نامش ابو بکر هست که حسن مثنی همون گونه که خود حضرت حسن نام ابو بکر را انتخاب کرده بود، فرزندش حسن مثنی هم نام ابو بکر را برای فرزندان خودش انتخاب کرده بود. اینها چند مواردی بود که من گذرا این موارد را بیان کردم تا اینکه ثابت بشود که در زمانهای متمادی و در قرون متمادی در میان اهل بیت رسول الله و خانواده ابو بکر هم وصلت هایی را انجام گرفته و هم برای این که این مهر و محبت ماندگار بشود و انگیزه‌ای برای ذکرش بشود و خاطرات اونها تازه بشود، میبینیم که بسیاری از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرزندانشان را به نام مبارک ابوبکر صدیق نامگذاری کردند و در رأس همه حضرت علی رضی الله تعالی عنه و حضرت حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود و مطالب دیگر را در این زمینه خدمت شما عرض می کنم، تمامی شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى
أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب. رحماء بينهم ولكن في الوقت